روی میز کاری سعادتشاه مطربیان معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات پر از پیشنهاد ساکنان و زبانشناسان برای وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به املای زبانی تاجیکی است. در 2 روز اخیر کمیته 10 پیشنهاد گرفته است. هستند شخصانی که ها حجتی زبانشناس بودن ندارند، یعنی دیپلم ندارند، ولی دیپلم نداشتن این معنای او را ندارد که وی دیگر در مسئله املا بحث نکند، در حالی که وی دانش خیلی خوب دارد در مسئله املا. کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت تاجیکستان از ساکنان کشور به خصوص دانشمندان درخواست کرده است که برای وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قاعده‌های املای زبانی تاجیکی مشورت‌های خود را پیشنهاد کنند. ماه گذشته با مناسبت روز زبان دولتی، پرزیدنت کشور امامعلی رحمان اوید به مسئله‌های پیچیده قاعده‌های املای زبانی تاجیکی اظهار نگرانی کرده بود. واقعاً مشکل در آن است که در قاعده‌های املای هم سال 98 و هم سال 2011 انیق گفتن نشده است که در کدام مورد این گذاشته می شود. برای همین مردم هم حکم به یعنی مشکلی دچار گردیدند که نمیدونند که در کدام مورد باید نویسنده شود. این در حالی است که برخی از زبانشناسان تاجیک با چنین طرز اصلاح املای زبانی تاجیکی مخالفند و ادعا دارند که اصلاح املا باید تنها وظیفه متخصصان باشد. حکومت جمهوری تاجیکستان نگفته است که مثلا او را مثلا به محاکمه مردم پیشنهاد کنید. این اصلا اندیشه نادرست است. و وقتی که ما املای زبان تاجیکی رو به مردم پیشنهاد میکنیم، البته امروز وقتی که خیلی میشه مجبور میشیم او رو از همون صفر شروع کنیم. برخی از فعالان شبکه‌های اجتماعی ادعا دارند که مشکل املای زبان تاجیکی را تنها با بازگشت به خط فارسی میتوان اصلاح کرد. سیفالدین میرزایف در این مورد نظری دیگر دارد. مثلا وقتی که از یک الفبا به الفبای دیگر برمیگردید، خواهناخواه مردم بیسواد میشوند. اینا باید ما پیش از آن که ما از یک الفبا به الفبای دیگر برگردیم، باید زمینه آن را گذاریم. کمی کمش 10-15 سال. ضمناً 4 اکتبر سال جاری در سخنرانی خود امامعلی رحمان به اکادمیای علم‌ها، اکادمیاهای ساحوی، کمیته زبان و اصطلاحات، وزارت معارف و علم، اتحاد ادیبان و ساختارهای دیگر سفارش داد که قاعده‌های املای زبان تاجیکی را با در نظر داشت اصلاح کمبودی و مشکلاتی در آنها جای داشته تا ماه ژانویه سال 2020 برای تصدیق به حکومت مملکت پیشنهاد کنند.